و دلیل دارم برای این حرفم. ایدئالگرایی مساوی با منفی نگریه و دقیقاً متضاد مثبت نگریه. یک مثالی میزنم و مثالی که معمولاً تو خیلی صوتی‌های مختلف شاید این مثالو زدم. یک لیوانی رو تصور کنید که تا نصف این لیوان آب درش وجود داره. یک فرد ایدئالگرا، یعنی فردی که دوست داره همه چیز رو ایدئال ترین حالت ممکن باشه، فردی که دوست داره که همه چیز بهترین حالت ممکن و قشنگ ترین حالت ممکن باشه و هیچ باگ و ایراد و نقطه ضعفی هیچ چیزی نداشته باشه، به این فرد میگن ایدئالگرا. یک فرد ایدئالگرا چطور به این لیوان نگاه میکنه؟ میگه این چرا لیوان پر نیست؟ چرا نصف است؟ پس یک فرد ایدئالگرا داره نیمه خالی لیوان رو میبینه، برای همین عذاب میکشه، میگه قور میزنه چرا نصف است، چرا پر نیست. ایدئال ذهنی اون فرد این هستش که این لیوان باید پر باشه، اما وقتی که میبینه این لیوان پر نیست قطعاً سرخورده میشه، ناراحت میشه، غمگین میشه، افسرده میشه که چرا این لیوان پر نیست و نصف است. و این در تمام شرایط زندگی ما وجود داره. این تفکر ایدئالگرایی به صورت یک بیماری در بین مردم وجود داره و در بین خیلی ها وجود داره و این رفتارهای بیمارگونه زندگی مردم رو مختل کرده، موجب این شده که مردم افسردگی داشته باشن، مردم غمگین باشن، مردم ناراحت باشن و این خب مشکلی که باید حل بشه. با توضیحاتی که حالا ان شاء الله داریم میدیم و با اینکه بتونیم تفکر درست مثبت اندیشی رو رواج بدیم، تقریبا 90% این مشکلات غمگینی و ناراحتی مردم حل میشه، چون 90%ش به خاطر تفکر ایدئالگرایی و این تفکری که داره جامعه رو نابود میکنه، یک سم فرهنگیه که فرهنگ رو داره از بین میبره. و فرهنگ درست رو ما میخوایم توضیح بدیم که چطوری. یک فرد ایدئالگرا پس نیمه خالی لیوان رو میبینه و یک فرد مثبت اندیش نیمه پر لیوان رو. فرد ایدئالگرا نیمه خالی رو میبینه و میگه این چرا پر نیست و قور میزنه و ناراحت میشه و افسرده میشه. اما فرد مثبت اندیش نیمه پر رو میبینه، میگه یه لیوان آب، یه لیوان آب اینجاست که حالا تا نصف آب داریم بخوریم و اون آب رو میخوره و لذت میبره و حال میکنه. پس تفکر ایدئالگرایی با تفکر مثبت اندیشی در تضاد. تفکر مثبت اندیش تفکر عرفانی است به گونه‌ای و یک تفکر معنوی است که از شرایط فعلیت لذت ببری، شاید برای بیشتر تلاش بکنی، شاید خواسته‌های بیشتری داشته باشی، اما از این لحظه لذت میبری، این لحظه ارتعاش مثبت داری، این لحظه فرکانس مثبت داری، از لحظه حالت لذت میبری، از دارایی‌هات لذت میبری، بابت تمام چیزایی که داری وجوداً شکرگزاری و حالا شاید برای چیزای بیشتر هم تلاش بکنی. اما از وضعیت فعلیت ناراضی نیستی، بیشتر می‌خوای اما ناراضی نیستی، قور نمیزنی، واسه شرایطت گریه نمی‌کنی، افسرده نمیشی بابت شرایطت. یک فرد ایدئالگرا تو شرایطی که داره افسرده میشه، گریه میکنه، غمگین میشه، ناراحت میشه و قور میزنه. اما یک فرد مثبت اندیش خوبیای شرایطش رو میبینه. و این خیلی نکته مهمیه که ما اینو بفهمیم. ما میخوایم تلاش کنیم که ایدئالگرایی وجود نداشته باشه و مردم یاد بگیرن مثبت اندیش باشن در تمام نقاط زندگیشون، حتی در بحث مثلا زندگی مشترک. طرف میبینی مثلا حالا همسرش، حالا زنش و شوهرش 1000 تا خوبی داره، یه دونه ایراد داره. همون یه دونه ایراد رو میبینه، اون 1000 تا خوبی رو نمیبینه اصلا. همون یه دونه ایراد رو میبینه. همه انسان ها ایراد دارن، همه انسان ها خوبی هایی دارن، همه انسان ها ایراداتی دارن. یک فرد ایدئالگرا هیچ وقت نمیتونه ازدواج موفق داشته باشه. چرا؟ چون با هر کسی که ازدواج بکنه قطعا میگرده اون یکی دو تا ایرادی که داره رو پیدا میکنه. با بهترین انسان جهانم ازدواج بکنه، با بهترین فرد جهانم ازدواج بکنه، دیوانه‌وارم عاشق اون فردی که باشه ازدواج کرده باشه، همه چیز تکمیل باشه، پول باشه، ماشین باشه، خونه باشه، همه چیز تکمیل باشه. حالا این فردی که باشه ازدواج کرده مثلا کف دست راستش یه ذره مثلا سوختگی داره، فقط همونو میبینه، این همه پولو نمیبینه، ماشین نمیبینه، خونه رو نمیبینه، عشق و علاقه‌ای که بینشون هست رو نمیبینه، اینکه مثلا زنش و شوهرش دوستش داره رو نمیبینه، همه چیز اوکی رو نمیبینه، اخلاقیات خوبو نمیبینه، یه دیگه کف دستش مثلا سوخته همونو میبینه و اون دل سردش میکنه، سرخوردهش میکنه. یک فرد ایدئالگرا این شکلی به زندگی نگاه میکنه. برای همین ایدئالگرایی یک نوع بیماریه، یعنی کسی که به این بیماری ایدئالگرایی دچار میشه واقعا از زندگیش اون لذت که باید رو نمیبره و همش داره عذاب میکشه بابت اون ایرادی که وجود داره. اون ایراده رو فقط ایراده رو میبینه، خوبی‌ها رو نمیبینه. اما فرد مثبت اندیش این شکلی نیست، خوبی در آدم‌ها پیدا می‌کنه، میگه اوکی این مثلا بد اخلاقه، مثلا فحش میده، وضع مالیش هم خوب نیست، مثلا چون زنش و شوهرش هر کی و اونقدر هم تیپ و قیافش تعریفی نداره، هیکلش هم زیاد خوب نیست، اما عوضش خوش اخلاقه، مثلا نمیدونم مثلا بد اخلاقه، مثلا بد اخلاق باشه، مثلا عوضش چه میدونم مثلا آدم کاریه، به فکر خانواده است، یا عوضش مثلا خواسته های زنش و شوهرش رو برآورده میکنه. یک فرد مثبت اندیش این شکلی نگاه میکنه، میگه اوکی این فرد من این ایرادا رو داره، این خوبی‌ها هم داره، حالا بستگی داره به مثبت اندیشی چقدر باشه، ایدئالگرایش چقدر باشه، این نسبیه. یه نفر هیچ وقت مطلقاً ایدئالگرا یا مطلقاً مثبت اندیش نیست، یه سری ایدئالگرایی داره، یه سری مثبت اندیشی داره، باید ایدئالگراییشو کم کنه، مثبت اندیشیشو زیاد کنه، تو همه وجود داره. اما کسی بیماره که ایدئالگراییش خیلی زیاد باشه، یعنی حجم عظیمی از زندگیش رو گرفته باشه، تو روابط، شرایط کاریش، تو همه چیز دنبال ایدئاله باشه. یک فرد مثبت اندیش خوبی‌ها رو می‌بینه، میگه اوکی آقا مثلا فردا مثلا زنم مثلا خوشگل نیست، خوشگل نیست، نمیدونم آشپزیش هم تعریفی نداره، ولی عوضش به من وفاداره، عوضش منو دوست داره، عوضش عاشق منه، عوضش به محبت میکنه.
مثبت اندیش این شکلی نگاه میکنه. اما ایدئالگرا میگه زنم خوش هیکل، خوش قیافه است، خوش قد و بالاست، خوشگله، نمیدونم خیلی غذا خوب درست میکنه، آشپزیش حرف نداره، به من محبت میکنه، همه چیزش عالیه، هیچ ایرادی نداره، وضع مالیش خوب بوده، با فرهنگ، با کلاس، با ادب، به من احترام میذاره، همیشه پشتم بوده، کمکم کرده. اما مثلا صبح که میخوام برم سر کار، اون تا ظهر میخوابه، پا نمیشه برای من صبحونه درست کنه.